هر بازی خفنی که رو کنسول تجربه کردی یه نسخه هم برای موبایل داره. تو این ویدیو بهتریناشو بهت معرفی میکنم. قبلا بازار موبایل گیمینگ مثل الان نبود که گوگل پلی رو باز کنی 1000 تا بازی چرت و پرت شبیه هم ببینی. هر کدومم که 2 دقیقه بازی کنی 100 تا تبلیغ نشونت میده. گیم پلی ها تکراری شده و هدف موبایل گیمینگ فقط شده سرگرمی موقتی و پول دوشی از گیمرایی که میان $20 میدن تا فقط یه اسکین برای کاراکترشون بخرن. ساده تر بخوام بگم، قبلا موبایل رو به عنوان یه پلتفرم گیمینگ بیشتر جدی میگرفتن تا الان. اگه بازیایی رو موبایل بوده که براتون جزو بهترینا قرار میگیره، حتما تو کامنت ها برام بنویسین. بیشتر از این وقت رو تلف نمی کنیم و میریم سراغ بازی ها. آماده این بچه ها؟ نشنیدم صداتونو. بتمن دارک نایت رایز. هیچ کس نیست که با سگانه شاهکار بتمن آرکام آشنا نباشه. سال 2012 شرکت گیم لافت یه بازی از بتمن با سبک سری آرکام برای موبایل عرضه کرد که گرافیکش حتی برای این زمانم پشمیزون بود. داستان و اسم بازی برگرفته از فیلم آخر نولان از سگانه بتمن بود. بازی به صورت نیمه اوپن ورلده و توی هر چپتر میتونی مکانی که توش هستی و به صورت کامل بگردی. مراحل بازی تنوع بالایی دارن و شاهد مناطق تکراری نیستیم، ولی با این حال این امکان وجود نداشت که هر جای ورلد بازی رو که میخوایم بگردیم. فیزیک و گیم پلی بازی شدیداً به نسخه های کنسولی شبیه بود، از سیستم مخفی کاریش گرفته تا فایت‌های سریع و نفسگیرش. بتمن دارک نایت رایز توی یه لول دیگه‌ای برای موبایل بود. اون زمانم اینطوری نبود که یه بازی آنلاین نصب کنی 28 گیگ حجم داشته باشه. این بازی با حجم حدود 700 مگ یه بازی آفلاین فوق‌العاده و سرگرم کننده بود. Amazing Spider-Man. گیم لافت سال 2012 قسمت اول این بازی و سال 2014 قسمت دوم رو برای موبایل عرضه کرد. این بازی ها هم داستان فیلمشون رو دنبال میکنن و گرافیکشون برای موبایل شدیداً چشم نواز بود. بازی جدای اوپن ورلد بودن، مپ بزرگی داشت، کتاب خوردن تو ورلدش و انجام دادن ساید کوئستا حس خوبی میداد. هر جای ورلد بازی یه اتفاقی در جریانه و تو به عنوان اسپایدرمن میتونی تصمیم بگیری خیلی یهویی یه نفر از دست خلافکاران نجات بدی، یه عده دزد رو تعقیب کنی و کلی چالش‌های مختلفی که بازی جلوت قرار میده رو انجام بدی. گیم پلی امیزینگ اسپایدرمن در حد بتمن طبیعی نیست، ولی گشت و گذار آزادانش یه جورایی این ضعف رو جبران میکرد. این بازی هم با حجمی حدود 1.5 گیگ به صورت آفلاین اجرا میشه و میتونه ساعتها سرگرمت کنه. دد اسپیس. اگه بخوایم 10 تا از بهترین بازی‌های ترسناک رو لیست کنیم، قطعاً سری دد اسپیس تو این لیست قرار میگیره. نسخه موبایلی این کنسولی یه جورایی زیر نظارت خود ای ساخته شد. سال 2011 برای پلتفرم موبایل عرضه شد و از نظر گرافیک و گیم پلی کاملاً به نسخه‌های کنسولی وفادار بود. نکته جالبی که این بازی داشت سیستم کنترلش بود. خبری از آیکونای زیاد و صفحه شلوغ نبود. با این حال کنترل بازی خیلی راحت و روون بود. طراحی انمی ها و مناطق بازی کاملا شبیه نسخه کنسولیش بود و هر کسی که طرفدار این سری باشه قطعا از تجربه نسخه موبایلیش هم لذت میبره. دد اسپیس موبایل برای سیستم‌های اندروید و iOS منتشر شد و میتونی به صورت آفلاین از تجربهش لذت ببری. مادرن کامبت. این بازی یه بازی کنسولی نیست، ولی به قدری فوق‌العاده است که نتونستم توی لیست نذارمش. مادرن کامبت یه بازی شوتر اول شخصه که حال و هوای بازی‌های کال آف دیوتی رو داره. گیم پلی این بازی چه زمان خودش چه الان از خیلی بازی‌های دیگه جلوتره و با حجم 1.5 گیگ چیزی حدود 7 ساعت تجربه نفسگیر بهت میده. گیم پلی سریع و چالش برانگیزش به همراه تنوع بالای سلاح‌ها و مراحل این بازی رو تبدیل به بهترین بازی شوتر موبایل کرده. گیم لافت با خلق بازی شاهکاری مثل مادرن کامبت و بازی قبلی که توی لیست دیدی اون زمان به یکی از بزرگترین شرکت‌های بازیسازی برای موبایل تبدیل شد، ولی با داغ شدن بازار بازی آنلاین گیم لافت هم راهشو گم کرد و تو این بازار کمرنگ شد. سری مادرن کامبت جمعاً 5 قسمت اصلی داره که قسمت پنجم یه بازی آنلاین بود. با اینکه خط داستانیش همچنان جذاب بود، ولی سیستم مبارزه‌های PvP و بتل‌های تحت سرورش مسیر این بازی رو عوض کرد. قسمت 4 این سری رو میشه به عنوان بهترین نسخه مدرن کامبت در نظر گرفت. وایلد بلاد. قطعاً خیلیاتون بازی گاد آف وار DMC رو تجربه کردین.
خلق یه عنوان هکن اسلش با انیمیشن‌های روون و گیم پلی غیر تکراری یه چالش بزرگ برای این موبایل به حساب می اومد که باز هم گیم لافت از پس این قضیه به خوبی برآمده. بازی وایلد بلاد داستان طولانی نداره، ولی گیم پلی این بازی به قدری سریع و هیجان انگیزه که همون تجربه چند ساعتی که بهت میده به یکی از بیادموندنی ترین تجربه ها روی موبایل تبدیل میشه. این بازی به خوبی از المان‌های نقش آفرینی استفاده کرده و تو میتونی هر طوری که دلت میخواد شخصیت تو ارتقا بدی و با سلاحی که دوست داری مبارزه کنی. هر سلاح انیمیشن مخصوص خودشو داره و سیستم فایت جذابی رو برات به ارمغان میاره. از باس فایت این بازی رو هم که نگم برات. بریم بازی بعدی. اساسینز کرید. دیگه این سری که نیاز به معرفی نداره ناموسن. ماشاءالله یوبیسافت هر سال یه نسخه از این سری رو به گیمرها میده که هیچ کدوم فرق خاصی با هم ندارن، فقط یه ذره گرافیکشون بالاتر رفته. در مورد موبایل هم همینطور بوده. یوبیسافت بارها تلاش کرد یه اساسین خوب برای موبایل بسازه، ولی تقریبا تو این قضیه همیشه ناکام موند. اگه خیلی بریم عقب، کلاً از بازی اندروید فاصله میگیریم و نگاهی میندازیم به گوشی دکمه‌ای جاوا. اون زمان بازی واقعا خوبی برای جاوا عرضه میشد، چون هر کسی عرضه ساخت بازی نداشت. میشه به نسخه های مختلف اساسینز کرید تو اون زمان اشاره کرد که حتی با وجود محدودیت های جاوا بازم جذابیت و تنوع داشتن. اولین نسخه این سری که برای اندروید عرضه شد در واقع عنوان برای نینتندو دی اس بود که یوبیسافت برای موبایل پورتش کرد. قسمت بعدی چند سال بعد از روی بازی اساسینز بلک فلگ ساخته شد و کل این بازی توی کشتی و دریا بود. داستان خیلی ساده و خطی داشت و جذابیت اصلیش گشتن تو اقیانوس و غارت کردن کشتی‌های دیگه بود. قابلیت‌های دیگه مثل شکار نهنگ یا دیدن مقبره‌های قدیمی هم توی این بازی وجود داره که تجربه‌ش رو تا حدی نزدیک به بازی کنسولیش میکنه. اساسینز کرید آیدنتیتی یکی دیگه از تجربه‌های ناموفق یوبیسافت بود. بازی نیمه اوپن ورلد بود و برای زمان خودش گرافیک قابل قبولی داشت. ولی ساپورت سروراش ضعیف بود و تجربهش رو عذاب‌آور می‌کرد. راجع به یکی کلاً حرف زیادی نمیزنم چون بی‌ربط‌ترین بازی به سری اساسینه، ولی پول خوبی تو جیب یوبیسافت برد. و اما آخرین نسخه‌ای که هنوز عرضه نشده و فقط یه دونه تست بتا و یه سری تریلر ازش اومده و یوبیسافت خیلی سر این بازی ادعا و تبلیغات داشت. گرافیک بالا، انیمیشن‌های طبیعی، گیم پلی روون به همراه مپ بزرگ از جمله مواردی هستند که یوبیسافت توی تریلر و بتا نشون داده و فقط باید صبر کنیم تا ببینیم این بازی چطور از آب در میاد. به نظرتون کدوم یکی از بازی این لیست میتونه از همه جذاب‌تر باشه؟ اگه گرافیک براتون اهمیت زیادی نداره و دنبال سرگرم شدنین، تو این ویدیو که بالا براتون میذارم بهترین بازی آفلاین موبایل رو گذاشتم که میتونین ازشون لذت ببرین. مرسی که تا آخر این ویدیو همراهمون بودین. دوستتون دارم. پیتزاتون سفارش بدین و تا ویدیو بعدی منتظرمون باشین.